برای یه فیلم توی اینا ساختن چقدر خرج لازمه؟ یه سری دراگا استفاده میشد، مثلا آرایش خانوما غلیظ بود، از این دیگه نگاه‌های بسته و متحجرانه که همه در جریانن دیگه. یه فیلم میسازم چجوری میفرستم جشنواره؟ آخر حرفشون این شد که مثلا شما الان فیلمت 90 دقیقه است، خب بیا اینو بکن مثلا 30 دقیقه‌شو حذف کن، 40 دقیقه‌شو حذف کن. خب بس 2 بار باید مجوز بگیری در واقع. یعنی این نیستش که تو اسکریپتت مجوز گرفته حتما فیلمت پخش میشه. سلام، برعکس یوتیوب سهیل اقتصادی هستم. امروز با خشایار، یکی از کسایی که توی ایران فیلم و اینا درست کرده و بعد بیخیال شده و من خیلی دوست دارم این داستانو بشنوم که توی ایران چطوری یه نفر مثلا، چون خب واقعا معروف تو ایران کار هنری با مثل شطرنج با مانع است، همیشه یه لول سخت‌تره، پولش هم کمتره، نامردیه. واسه همین خیلی دوست دارم اینو بشنوم. سلام سهیل جان، سلام میکنم به مخاطبات آدینست. سلام خسته‌ای بودا خوبی با هم داشته باشیم. سلام سهیل جان، خوبه؟ نه معلومه که قشنگ دلت پره. خب بگو ببینم، گفتش توضیح میدادی، گفتی که آقا رفتی توی فیلم. خب این توضیح بده من چطوری یه نفر میره توی فیلم؟ یعنی هر کسی بخواد میتونه بره توی فیلم یا باید شانس داشته باشه، باید قیافه داشته باشه، باید قد داشته باشه؟ یه خورده توضیح میدی؟ ببین استاندارد جهانیش، حالا شما خودت اونوری بالاخره میتونی حالا بری به قول یه ریسرچی هم بکنی. استانداردش اینه که شما یا فیلم اسکول میری، حالا یا توی مثلا مؤسسه های آزاد، یا میری مثلا توی دانشگاه ها، دوره هایی رو میگذرونی. بعد تو اون دوره هات نمونه کارهایی ازت بیرون میاد، یعنی کارهای تجربی و دانشجویی که انجام میدی. بعد از اون حالا اون لول و عیار کار تو رو مشخص میکنه. بعدش بالاخره کمپانی‌های مختلفی هستن، حالا بخوای میری با اینا به قولی صحبت میکنی، وارد مذاکره میشی. در نتیجه مثلا از هر 20 نفری که این دوره ها رو میگذرونن، نمونه کارهایی ازشون میاد بیرون، به طور مثال میگم شاید مثلا 2 نفر 3 نفر بشن حالا فیلمساز، بقیه حالا شاید برن تو رشته‌های دیگه فیلم سازی، یکی بشه صداگذار، یکی بشه فیلمبردار و این داستانا. حالا این استاندارد جهانیشه، یه مدلشه. یه مدل دیگه اینه که مثلا تو مستقل میری فیلم میسازی، تو فستیوالا و جشنواره‌ها اینا کار میکنی، بعد میری سراغ کمپانیا. خب این مدل استانداردشه دیگه. من فیلم همینجوری بسازم، هم پول دارم هم مثلا استعدادشو دارم، یه فیلم میسازم، چجوری میفرستم جشنواره؟ بهشون میگم یه فیلم منو ببینین، یا اینکه مثلا باید پولی بدی؟ چه جوریه؟ یا ببین فستیوال‌های مختلفی هست دیگه، ردبندی داره، یه سریاشون ورودی داره، بعد ورودی بدی، یه سریاشون نداره، میری شرکت میکنی، مثلا بین 1000 تا 2000 تا فیلم حالا شما به قولی میبینن کارتو، اگر اوکی باشی میای بالا جایزه میگیری، مورد توجه قرار میگیری. این استاندارد بین‌المللیشه. هر کی که بخواد فیلمش نشون میدن. پس نه، رقابت دیگه. 2000 تا فیلم میاد، از بینش مثلا 50 تا انتخاب میشه. کی انتخاب یه فضای رقابتی مسئول داره. اون ارگانایزر اون داستان یه هیئت داورانی هست دیگه که یه سری آدمای با تجربه ان که جمع شدن اونجا. پس یعنی مثلا تو فیلم ایرانی میدی، یارو باید ترجمه کنه کی براش، یا که نه یه جاج ایرانی هم دارن؟ یا مثلا چون مثلا دیدی یا فیلم ایرانی میره معروف میشه تو اینا، بعد میگن جایزه برد، رفت تو فلان بسال، زیرنویس میشه. آره زیرنویس میشه. بعد دیگه حالا اگر فیلمه به لحاظ بین‌المللی حرفی داشته باشه برای گفتن، خب دیده میشه. فهمیدم. پس اوکی، یه سری احتمالاً داور هستن، اینا رو کم میکنن، بعد مثلا به 200 که میرسه میدن به داور اصلی‌ها، داور اصلی از بین 200 مثلا 50 تا رو انتخاب میکنن. درست میگم؟ آره دقیقاً همین. خب حالا این استاندارد بین‌المللیشه تو ایران، ولی کاملا در تضاد با اینه. مثلا تجربه‌ای که خود من داشتم این بوده که مثلا تو دانشگاه خوب به قولی من حتی دوره دبیرستانم هم هنرستان بوده، مثلا هنرستان انیمیشن خوندم، بعد به قولی جزو اون تاپ لول کلاسمون و این داستانام بودم. یعنی در موقعی که مثلا همکلاسی‌ها مثلا درگیر این بودن که دوربین رو کجا بذارم، اینو کجا بذارم، بین توی اون فضایی که وجود داشته بین خودمون، مثلا من اون دست بالا رو داشتم. بعد تو ایران اینجوریه که شما ممکنه همه اینا رو کسب بکنی، یعنی هم از جشنواره‌های خارجی جایزه بگیری که من داشتم، هم بری مثلا دوره‌های آکادمیک رو بگذرونی، نمونه کار داشته باشی. تهش به اینجا میرسی که مثلا شما یا سرمایه‌گذار جذب میکنی یا خودت پول میذاری، میای یه فیلمی رو میسازی. بعد حالا این فیلمی که ساخته میشه تازه وارد یه پروسه عجیب و غریبی میشه به اسم مثلا وزارت ارشاد، که اونم حالا یه بخشی داره که تو مثلا اسکریپت تو میدی بهش، یعنی فیلم نامه رو،
فیلمنامه رو به تایید میده، بعد میره جلو فیلمو که میری میسازی، پولا رو هزینه میکنی، مثلا یه سال 100 نفر اسیرن. بعد از اون مثلا دوباره میان نگاه میکنن فیلم رو. یعنی این نیستش که تو اسکریپتت مجوز گرفته حتما فیلمت پخش میشه. بعد دو بار با مجوز بگیری در واقع. انگار در واقع 2 بار دیگه. بعد ممکنه مجوز دوم اصلا حرف اونایی که مجوز اولو دادن رو قبول نکنن. یعنی داستان عجیبیه. و حالا این صحبت ها که میشه، یه سری از اصلا دوستان میان میگن که آقا همه جای دنیا سانسوره، همه جا فلانه، همه جا اینجوریه. اوکی، ولی مثلا مدل سانسوری که حالا اگر بشه بهش گفت سانسور ما تو امریکا داریم اینه که آقا مثلا شما فکر کن سهیل سرمایه گذاری، خب میخوای 100 میلیون دلار رو فیلم من پول بذاری، خب به عنوان سرمایه گذار حق داری بگی که آقای مثلا خشایار، آقای سپهری، آخر فیلم رو اینجوری نکن، مخاطب من مثلا ناراضی از سالن سینما میره بیرون، اول فیلم رو اینجوری نکن، فیلمم نمیفروشه. میدونی یه کنترل اونجوری دارن تو آمریکا. یه کنترل دیگه چیه؟ رد سنی میذارن. شما ممکنه مثلا تو فیلمت هر حرف به قولی خشونت آمیز و سکسی و هر داستانی داشته باشی، اما میاد رد سنی میذاره که آقا مثلا زیر 18 سال این فیلم واسش مناسب نیست. اون مدل سانسوری که میگن اینه. یا مثلا تو کشورهای مختلف هم که میبینیم، جز مثلا فکر میکنم 6-7 تا کشور سانسوری مدل سانسور ایران ما نداریم که فریم به فریم میشینن کار رو در میارن. واو. بعد برای یه فیلم توی ناتاخان چقدر خرج لازمه؟ مثلا کمترین رو بگو یکی از رفیقام یا شنیدم فلان با فیلم انقدر ساخته، فیلم خوب باشه، نه که مثلا فیلم بشین درست کنی. یکی هم که مثلا مینیمم استاندارد تو بخوای مثلا عواملت کامل باشه، صداگذارت باشه، تصویربردارت باشه، اینا خیلی سبک بخواد در الان 20 تومن. یعنی با 30 میلیون میشه فیلم ساخت؟ 30 میلیارد. 30 میلیارد. بله. گفتی میلیون 10 دلار که. نه 30 تومن گفتم. من نمیفهمم چون من 30 تومن من 30,000 تومن بود وقتی من ایران بودم. آره دیگه. الان روز به روز تغییر میکنه. واو 30 میلیارد الان. از سال دیگه مصاحبه کنم میگیم به 300 میلیارد مثلا یه فیلم. خب بعد بگو ببینم، گفتی که بعد رفتی فیلم درست کردی و بعد شاکی شدی. از چی شاکی شدی؟ ببین ما فیلمو ساختیم، فیلم بلند بود، هزینه زیادی رفته بود پاش، بعد یه سری اوکی‌ها هم گرفته بودیم. بعد ما فیلم رو که می‌خواستیم ارائه بدیم به ما گفتن که آقا 2-3 تا از اعضای شورایی که میشینن به فیلم اوکی میدن، گفتن که آقا این هیچ جوره مجوز نمیگیره. بعد مثلا 1-2 تاشون دوستای مثلا استادامون و رفیقامون و اینا بودن، یعنی کسایی که توی اون هیئت سانسور میشینن، مثلا ما یه سری روابط غیر مستقیم باشون داشتیم. اینا گفتن که آقا این هیچ جوره به قولی مجوز ما نمیتونیم بهش بدیم. بعد یکیشون با واسطه گری که الان هم مثلا 2 نفرن اینا اومدن گفتن که آقا مثلا شما بیا مثلا یه شب بشینیم. رفتیم آقا ما دفتر اینا و صحبت و این ور و اون ور و اینا. آخر حرفشون این شد که مثلا شما الان فیلمت 90 دقیقه است، خب بیا اینو بکن مثلا 30 دقیقه‌شو حذف کن، 40 دقیقه‌شو حذف کن، به عنوان یه شورت فیلم ما میذاریم فیلمت اکرام بشه. مثلا اون موقع مشتری هم داشتش که مثلا یه پولی میداد که هزینه فیلم واسه ما در میومد و حالا فیلم حالت شکست پیدا نمیکرد. و اینا به ما گفتن تو این کارو بکن دیگه، منو میشناسید دیگه، من آدم معتبری ام تو سینما. یعنی این کسایی که این کارو با ما کردن هنوزم مشغولن تو سینما، یعنی آدمای اسم و رسم دارن. گفتن این کارو بکنید بر اساس اعتمادی که به ما دارید، ما مجوزتون رو میگیریم. آقا ما رفتیم سهیل فیلم رو کوتاه کردیم و کوتاه کردن فیلم یه بخشش حالا مالیه، یعنی تو پول دادی، یه بخش دیگهش اینه که آقا تو مثلا بالاخره یه فکری پشت کارت دیدی. چیو بزنم؟ ما صحبت آرت داریم میکنیم جا؟ آره دارم چیو بزنم. آره دیگه. بعد ما باز کوتاه اومدیم، الان باشه من کوتاه نمیام، یعنی رو سنین جوانیم بوده. بعد دیگه ما کوتاه اومدیم، حذف شد. بعد باورت نمیشه دوباره درخواست دادیم رو حرف اینا، رفت توی اون شورا و رد شد فیلم دوباره. بعد ما به اون آدما زنگ زدیم دیگه جواب ما رو ندادن، یعنی ما اون آدما رو دیگه ندیدیم بعد از اون داستان. هنوزم من نمیدونم که چه اتفاقی افتاده. بعد همون موقع سوالی داستان جالب بهت بگم، همون موقع که این داستانا بود مثلا تو فیلم من این بود که آقا مثال یه خانم سیگار میکشه، مثلا اون موقع سیگار رو مثلا جزو چیزایی بود که نباید مجوز بدن. مثلا چه میدونم
یه سری دراگا استفاده میشد، مثلا آرایش خانوما غلیظ بود، از این دیگه نگاه‌های بسته و متحجرانه که همه در جریانن دیگه. بعد یکیشون اومد به ما گفتش که آقا این چه فیلمی ساختی؟ رفتی 2 تا کتاب خوندی، 2 تا فیلم هالیوودی دیدی، فکر کردی اینجا کجاست و فلان و اینا. بعد برگشت به ما گفتش که اینجوری اینه. من گفتم که آی فلانی، تو همین سریالی که الان داره پخش میشه خودتون مجوز دادید، عین همینا حضور داره، یعنی عین همینا رو داری میبینی. بعد برگشت منو برد گوشه و به من گفتش که آی سپهری، اونی که داری میبینی این تومن رشوه داده به اعضای شورا، داری بدی؟ و من همینجوری مونده بودم به عنوان یه بچه‌ای که مثلا اومده دنبال رویاهاش. گفتم خدایا چی داره، رشوه مثلا بدم که مجوز بگیره فیلمم، دنبال چی؟ بعد اونجا من متوجه شدم که کلا بازی سینمای ایران به چه شکله. و با این که مثلا تو همون فیلمم سهیل من بذارم الان ببینی، ساختار شکنی هایی که شده توی اون سال مثلا چیزی نیستش که الان مثلا منو تو رو متعجب بکنه، یعنی چیزی نیستش که نبوده باشه. من الان به خودم باشه بخوام اون فیلمو دوباره بسازم 100 برابر تندتر میسازم. و این همه وقت، این همه کار، همه چی به فنا رفت به خاطر اینکه توش سیگار داشت. بعد یه نفر دیگه که پول داده بود سیگار توش اوکی بود. هم سیگار، هم مثلا روابط خارج از ازدواج یه خانوم، مثلا چیزایی بود که مثلا حالا نمیدونم مثلا اینا واسهشون تند بوده دیگه. ولی خب همون موقع هم اینا بود. مثلا منتها یه بحث دیگه هم داره مجوز تو ایران سوئد، اینه که مثلا کی درخواست مجوز رو داده. میدونی این هم خیلی مهمه دیگه. مثلا شما الان تو غرب، تو کلا تو این نگاه کپیتالیستی که مخصوصا تو سینمای امریکا هست، اینه که اصلا مهم نیست خشایار حسن تقیه، یه نگاه بیزینسی دارن دیگه تش دیگه. آقا این مثلا یه سری المان‌ها داره این شخصه، چه میدونم مثلا کاریزماتیکه، خودش مثلا میتونه چهره بشه، فیلمش یه ذره هنجار شکنه، تش به اون عدده فکر میکنن، یعنی مهم نیست اصلا برای چه اتفاقی بیفته. ولی خب اینجا اینجوریه که نه، مثلا برمیگرده به اینکه تو کی معرفیت کرده، از کجا اومدی، مثلا حد وابستگیت به ما چقدره. مثلا سر همین داستان یکی از استادای من اومد گفتش که این خودش هم آدم کله گنده‌ای بود، این رئیس دانشگاه بود، اومد گفتش که حالا با فوشی که تو شاید راحت‌تر باشی بگی، بعد یه فوشی به ما داد و گفتش که چیزه تو دیوونه ای، چرا اینجوری میکنی، بیا 2 تا طرح مثلا دفاع مقدسی بنویس، مثلا طرح جنگ 8 ساله ایران و عراق تو اون فازا بنویس، اصلا مجوز بگیرم خودم واسط، بعد از این بودجه دولتی هم برات بگیرم. یعنی من دیدم که اصلا این چیزی که من به عنوان یه دانشجوی هنر، به عنوان یه بچه‌ای که مثلا رفتی درسشو خوندی، تلاش کردی، اون چیزی که من دنبالش بودم مثلا تو این کشور نیست. اصلا اینا به یه چیز دیگه دارن فکر میکنن. اصلا اینا نگاه ابزاری داره. تو تلویزیون ایران هنوز داره فیلمایی که راجع به جنگ نشون میده بعد از مثلا 40 خورده سال، هم نشون میده، همین که الان مثلا تو اگه یه بیزینسمن خوبی باشی مثل من نباشی، میتونی راحت بری از ارگان‌های مختلف بودجهشو بگیری، فیلمشو بسازی. یعنی یکی از راههای وروده. بس برای همین ما فیلم که چیز داشتیم. من بچه‌ها همش فیلمایی نمیدیدم، من فکر می‌کردم چون نزدیک جنگ بوده و چند مثلا 10 سال گذشته دارن فیلم می‌سازن چون موضوع جالبیه، ولی الان دیگه پس شد فقط باز یه راه پیدا کردن که مردمو شستشو بدن دیگه. ای بابا، یعنی همه چی رو استفاده می‌کنن. یعنی فردا بفهمن مثلا چه می‌دونم لوبیا قرمز باعث میشه فکر کنی لوبیا نمیدونم سبز باعث میشه، میگن قرمه سبزی با لوبیا سبز بپزین، غیر قانونیه با قرمز، هر کی بپزه شلاق میزنه. بعد یه احمقی پا میشه مثلا فرداش یه فیلم میاد میسازه لوبیای سبز باید استفاده بکنید. یه بودجه هم رو میره. ببین الان مثلا مثال بهت بذارم، تو همین یوتیوب ما مثلا کاری که الان میکنیم نقد سینما ایران تو یوتیوب دیگه. خب تو همین الان من میبینم آدمایی که دارن بودجه دولتی میگیرن بیان فیلم نقد کنن. یعنی تو فکر بکن که توی کشوری که مثلا نفت داره میفروشه، با نفته داره میگذره، این نفته رفته فروخته شده با 1000 تا تحریم و کمیسیون اینو اون و اینا، اون پوله اومده تو کشور، حالا یکی اومده از یه مثلا ارگان دولتی داره پول میگیره که بیاد تو یوتیوب فیلم نقد بکنه. یعنی تو ببین سطح اصلا نگاهه چیه. خب ببین میخوام بگم خب دیوونن، ولی از اون وقت خب ببین کشور دستشون رو گرفتن هم دیگه. حالا نمیدونم ما نمیفهمیم اینا هم مجرتن یا اینا دارن راه اشتباه میرن و مثلا چند وقتی گنش در میاد میگن ولی
تو ایران نمیدونم، واقعا خیلی برام عجیبه که چیزی که گفتی خیلی جالب بود واقعا. یعنی تو آردی کشور مثلا خیلی احتیاجای بیشتر داره، میدونی. من از وقتی که ایران بودن داشتن جاده اتوبان تهران شمال رو میساختن، بعد دیشب یه دونه ویدیو گذاشتم زده بود 25 تا قوی ترین پراجکت های سال 2025 که قرار ساخته بشه تو دنیا. بعد شماره نمیدونم 14 15 مال ایران بود، همون چیز بود اتوبان از تهران به شمال. بعد من اینه که گفتم ببین من بچه بودم شب میساختم، من نمیدونم اگه این اتوبان شماره 2 دارن میسازن قوی تره، ولی من بچه بودم همیشه این اتوبان میساختن. آیا این تموم نشده یا هنوزم داره همونو میرن؟ میگم من نمیفهمم ما اسکلیم یا یه دفعه به بابام گفتم همه گاون، گفتم همه خرن، خسته شدم همه خرن. بعد گفت اگه همه خرن تو چرا پیاده ای؟ خیلی حرف قشنگی زد. آره به عمقش فکر بکنی خیلی حرف سنگینی بزنه. آره خیلی قوی گفت، پاشیدم. چقدر بعد، یعنی یادی که میخواد فیلم درست کنه، مثلا تو الان واقعا تو الان میتونی مثلا خفن ترین کارگردان دنیا باشی، میتونی مثلا یه فیلم درست کنی، نویسنده باشی، پراکل که همه بریزه، ولی سر این که یه زن، حالا من اصلا کارم چی شده، یه چیزی که خوب نبوده، نمیتونی بگی که آقا مثلا این ویدیو اسلامی نیست، اگه شما اسلامین این ویدیو رو نگاه نکن دوست نخواهی داشت، یا اگه 14 سالته نگاه نکن دوست نخواهی داشت. این آپشن هم نداری، باید فقط بری توش به حرف اینا، بعد بهت میگن که برو کوتاه کن، بهت اجازه میدی دهن خودت سرویس میکنی. چون اصلا من میدونم فیلم کوتاه که اصلا تقریبا غیر ممکنه، یعنی حتما اگر فیلم خوب بوده خراب میشه کوتاهش کنی، دیگه بد بوده که دیگه به گنگ کشیده میشه. به اصلا مهم نیست به نظر من سهیل خوب و بدش، تو یکی پول گذاشته فیلم ساخته، حالا بد باشه نمیفروشه دیگه، خودش ضرر میکنه. تو به عنوان دولت اصلا کار احمقانه به بودجه دولتی خرج بکنی که فیلم کنترل بکنی، فیلمو بالا پایین بکنی. حالا من نمیگم اهمیت سینما کمه، ببین سینما هنوز با وجود همه این اینستا و یوتیوب و سوشال مدیا اینا هنوز بالاخره اون هسته مرکزی جاییه که افکار عمومی تعیین میشه. خب ولی بازم مثلا اون جوری هم که جمهوری اسلامی فکر میکنه نیست. مثلا یه فیلمه بود تو علم دیدی نیدی، کیک محبوب من، این آقا مثلا چند ماه پیش اکران شد، اکران که یعنی نذاشتن اینا که داخل اکران بشه، رفت خارج از ایران پخش شد و اینا، بعد تو ایران هم همه نسخه غیرقانونیشو دیدن. اتفاقی افتاد، مثلا انقلابی شد، مثلا چه میدونم به قول اینا شورشی شده، اصلا هیچی شد. اصلا چرا اینجوری بهش نگاه میکنی؟ اگر فیلمی که چون تو بازم تو میتونی بازی کنی که بگی اون که تو ایران داره فیلم میسازه باز یه سری چون می‌خواسته امیدش مجوز بگیره دیگه، یعنی بازم میتونه بگی که تو عاقلانه بوده، یعنی باز نمیتونستن به ضرر ایران باشه. ولی کسی که خارج از ایران فیلم میسازه، مثلا شبکه مناتو یا من نمیدونم اینا فیلم میسازن یا نه، ولی کلا کسی که خارج از ایران یه برنامه دارن یا حتی مثلا برنامه‌های یوتیوب یا فیلم‌های خارجی که مثلا یه فیلمی راجع به مثلا دولت آمریکا یا دولت کاناداست، خب اونا خیلی باید تاثیر منفی داشته باشن دیگه. یهو مثلا میگه نگاه کن همه اینا احمقن، تو میگی به خودت میای. اگه یه دونه فیلم خارجی تا حالا این کارو نکرده و یک دونه ایرانی تا حالا نبوده که تصمیم گرفته فلان فیلمو ببینه و بهش نرسه، چرا داری این کارو ادامه میدی؟ یعنی واقعا من میگم اوکی اگه این کار میکنه، نه منو تو خریم بذار اونو انجام بدم، اونو دستشون کشور ما تو گاویم نمیفهمیم. ولی اگه بخوای به شواهد نگاه بکنی، تو میگی خب آقا به قول تو که هر فیلمی که تو ایران ساخته میشه که مردم دستشون میرسه، فیلم خارجی هم که دیگه واسه سانسور ایران واسش مهم نیست، حتی تازه امکان داره به قول یکی باشه که بخواد مثلا ایرانو بکوبه هم بسازه، توش حرفای بدی هم بذاره راجع به ایران، خمینی هم مسخره کنه. تازه اگه اونا هم دوباره دست ایران میاد و میرسه و هم نگاه میکنن و هیچ اتفاقی نمیفته، خب اینو ریلکس کن، بذار یه هنرش باز شه، یه خود مردم حال کنن. باریکلا اینا هنوز میدونی کیه، هنوز میدونی کجان سهیل؟ دهه 90 میلادی. آره اون موقع سینما میتونست کارهای عجیب غریبی بکنه، ولی الان حقیقتش دیگه آره تو فکر میبره ما رو، بهمون لایف استایل میده، میتونه یه جاهای ما رو احساساتی بکنه، عصبانی بکنه، ولی اصلا اون حدی که مثلا اینا فکر میکنن تاثیرگذاری نداره دیگه.
و الکی یعنی هم دارن یه سری آرتیست اذیت میکنن، هم خودشونو اذیت میکنن، هم یه سری پول داره حروم میشه دیگه. ببین همه این شوراهایی که من بهت میگم آقا طرف بالاخره حقوق میگیره، ساختمون در اختیارشونه، بالاخره یه سری هزینه ها دارن. خب تو فکر بکن همه این الکی داره یه سری پول خرج میشه سر چی؟ سر اینکه مثلا جلو فلان آرتیست رو بگیریم، این فیلمت اینجاشو کم کن، اینجاشو زیاد بکن، یعنی عملا تأثیری نداره. و حالا تو فکر بکن تو دنیای الان آقا یوتیوب اینور، نتفلیکس اینور، یعنی همه چی آدما دسترسی دارن دیگه، اصلا مسخره است حضور چیزی به اسم سانسور. آره حرفتو قبول دارم. میدونی حتی سانسور اینستاگرام و اینا مهمتره تا سانسور فیلم ایرانی. اتفاقا تو که داری میبینی داره از اونجا دست در میره، اینجا رو ول بده که ببین مردم چی میخوان، چی فکر میکنن، به چی نزدیک میشن. چون اینا فقط رو حدس میرن که هیچی، همه چی بده. خب مردم که همه چی دارن میبینن. مثلا میگم ویدیوی یه بچه ایرانی میاد بیرون که داره مثلا شامبولانس یه پسر دیگر رو میخوره، 50 نفر واسه من اینو فرستادن. میدونی 50 نفر اینو واسه من مسیج کردن، ایمیل برام اومد، تلگرام برام اومد، واتساپ برام اومد، اینستاگرام برام اومد. خب همشون هم از ایران اومد. چی میگم؟ تو که نمیدونم مثل میمونه چشاشون رو بستن، گوششون هم گرفتن، دارن داد میزنن فقط چیزی که تو مغز من شکل میگیره همون باید کار کنه دیگه. چون تو اگه داری میبینی همه دارن میبینن، چه سودی داره این کار احمقانه واقعا؟ بعد ضرر هم داره به لحاظ فرهنگی. سهیل مثال عرض میکنم خدمتت، تو یه سری آرتیستو که اصلا اینا اصلا وجودشون خلاقیت، خودمو نمیگم، بسیاری از دوستانم که دیدم آقا کشیدن کنار، یعنی طرف پر از استعداد، پر از خلاقیت، رفته یه جایی دیده آقا اینجوری از اعصابش نکشیده. تو یه سری آدما رو گذاشتی کنار، یعنی اجازه بهشون نمیدی که بیان جامعهشون رو نقد بکنن، مسیر فرهنگی بدن به جامعهشون، این توده مردم رو آگاه بکنن دیگه به شکل‌های مستقیم و غیر مستقیم. تو اونا رو انداختی یه گوشه، اجازه کار بهشون نمیدی و اومدی مثلا به یه سری کسایی که صرفاً جنبه سرگرمی دارن، ناخواسته دارن مسیرهای بدی میدن. همین کسایی که تو اینستا میگی، همین کسایی که مثلا آقا بالاخره تعارف که نداریم، به لحاظ شعور فرهنگی پایینن، اما خب بالاخره یه گوشی دستشه، یه چیزی به اسم اینستاگرام وجود داره. و تو ایران برخلاف اکثر جاهای دنیا الان این حرف اول اینستاگرام میزنه. ببین یه دوره بود شوخی ها و کمدی هایی که تو فیلم ها وجود داشت، مثلا سریال های مهران مدیری، اونا پیشرو بودن، یعنی یه سری شوخی ها تو سریال ها میدیدی، بعد این شوخی ها میمد لامردم. الان میدونی چجوری شده سهیل؟ شوخی هایی که توی اینستاگرام هست، کارگردان نویسنده که حالا به خاطر کنترل‌ها، محدودیت‌ها، تنبلی خودش یا هر چیزی دیگه پیشرو نیست دیگه، میاد اون شوخی‌ها رو کپی میکنه میذاره تو سریالش. خب به خاطر همینم جواب نمیده دیگه، یعنی عقب افتاده. سینما و تلویزیون ما عقبه، از جامعه عقب‌تره. تو آردی باید آگاه باشی بری اون فیلم رو ببینی، نمیری اونجا بگی چه تیکه‌ای باحالی انداخت. آره من مثلا میبینم یه سریاشو میگم بابا اینو که مثلا 3 ماه پیش مثلا قصاب مثلا سر کوچه داشت به من میگفت اینو. سوسیس مثلا تو فیلم یا میگه سوسیس بده. خیلی واقعا نمونه های این شکلی زیاد پیدا میکنی که مثلا شما، من میدونم قطعا آدمای مثل شما نمیخندم بهش، به خاطر همینم کلا یعنی فرهنگی کشور داره آسیب میبینه دیگه. نه خیلی خیلی موضوع جالبیه. حالا راه حلی چیزی تو میبینی تو این؟ ببین راه حلی که من میبینم حقیقتا یکیش اینه که ببین حالا تو مشکلاتی هست ببین مثلا یکیش اینه که مثلا تو الان بری تو آمریکا نگاه کنی، کارگردانایی که بالان، کارگردانایی که کار کردن، جریان ساختن، یه سری آدمای پرفکشنیستن، یعنی آدمای به شدت وسواسی و کمالگرا. و حالا تو ساختاره اصلا کلا فقط سینمامون هم نیست، تو هر حوزه‌ای تو ایران بری وارد چی همینه. می‌بینی که این آدما نمیتونن بیان بالا، چون باید معامله کنه، هی باید باج بده، هی باید معامله کنه، از ایدئالای خودش پایین بیاد. تو ایران ما الان اینا رو حذف کردیم، یعنی نخبت رو حذف کردیم. یکی اینور، از اینور کلا جدا از سینما تو می‌بینی که الیت جامعه ایرانی، اون روشنفکرات تو هپروتن، یعنی 90% تو هپروتن. خب چی موندن؟ چه راه حلی میشه داد؟
راه حلی که وجود داره، من چیزی که فکر میکنم اینه که آقا کلا این سانسور و این داستانا بره و یه نسل جدیدی از هنرمندا بیان، در کنار اون یه نسل جدیدی از منتقدا بیان. ببین مثلا سهیل، نمیدونم چقدر به فضای نقد و بررسی سینما ایران اینا آشنایی، خب ولی کلا یکی از چیزهایی که مهمه تو سینمای غرب اینه که تو به عنوان سهیل میای فیلم میسازی، خب رفتی زحمت کشیدی کار کردی فلان، یه منتقدی پا میشه میاد ارزیابی میکنه کارتو، یعنی لول میده، نمره میده به کارت و اینا بالاخره مشخص میکنه دیگه اون آدمم متخصصه، اون آدمم صاحب دانشه، با تجربه از فلان و اینا. بعد تو ایران ما منتقدامون همه وابستن، یعنی تو الان بری ببینی مثلا منتقده یه سلبریتی میبینه زانوش شل میشه، خب این نمیتونه نقد بکنه دیگه. خب تو جامعه هم که نقد نباشه، انتقاد نباشه، من زیر و روی تو رو بالا پایین نکنم که پیشرفتی اتفاق نمیفته. یعنی میگم اینو چرا میگم انقدر مشکلاتش پیچ در پیچه، انقدر تو هم دیگه است که واقعا شاید نشه تو یه خط بگی آقا به نظر من بیا این کارو بکن، اینو اینجوری کن که درست بشه. حالا من یه سوال از تو بپرسم سوه، تجربه تو از سینما ایران چی بوده توی این سن، با توجه به اینکه 20 سال 30 سال ایران هم نیستی؟ ببین من کلا اتفاقا 3 روز پیش یا پریشب کینگرام اینجا پیشم بود، برگشت به من گفتش که من اینو فکر میکنم راجع به ویدیوهای آریا کیوکسر، یه یوتیوبر معروف ایرانیه. بعد گفتم که من نمیدونم، تا حالا ویدیوشو ندیدم. گفت نه منم نگاه نمی کنم، ولی یکی دو بار نگاه کردم که یاد بگیرم یا مثلا ببینم چیش جالبه که مردم نگاه میکنن چیزش یاد بگیرم. گفتم من یک بارم نگاه نکردم. گفت کیو تا حالا یک بار نگاه کردی؟ گفتم هیچ کیو. گفت یعنی تو این 3-4 سالی که خود یوتیوبر شدی تا حالا یک دونه یوتیوبر دیگه ایرانی نگاه نکردی؟ گفتم نه. گفت چی ایرانی نگاه میکنی؟ گفتم هیچی. بعد الان نگاه کردم، الان تا حالا دیدم چیز ایرانی نگاه کنم یادم نمیاد الان. الان گفت نه تا حالا یک بار نشده سوالم بهم داره چیز فارسی صحبت میکنه. واسه همین من توی سینما ایران تنفر دارم چون خیلی آشغاله. دلیلش هم اینه، نه که مثلا دیوونم نگاه نمیکنم، این شخصیمه. حالا چرا؟ خب من تو ایران بودم دوست داشتم برم ایران چون نمیفهمیدم داستان چیه، خوب بود. بعد که اومدم اینجا برگشتم ایران، هر دفعه که میادم ایران یه چیزی مد بود دیگه، مثلا یا میمودی همه روز فلان بودن، پنجشنبه شب فلان داره میاد، اینو نذاشتم بهش دیویدیشو و بری از روزنامه ساعت 5 صبح میاد. همیشه یه داستانی بود که به قول تو یه جور فیلم‌های موقع رو بگیری. و هر فیلمی که رفتم دیدم که معروف بود، حالا میخواد از فلان سریال بود تا فلان سریال، یه سریال خارجی رو کپی کرده بودن. خب و من منطقم این بود که اوکی، مثلا میگم من سریال بریکینگ بد رو دوست دارم، بعد ایران میاد بریکینگ بد رو کپی میکنه، آردی دوربین میشه کیفیت دوربین ایرانی، کارگردان میشه کارگردان ایرانی، نورپرداز میشه نورپرداز ایرانی. اصلا روسریه که میاد کارو خراب میکنه. حالا اصلا بحثای فنیش چی؟ حالا نه اصلا کلا بعد میره تو نامه‌نویسی بعد اسم اونو نگن، این کار نباید بکنن، اون صحنه نباید باشه، اون دختری که تیر میخوره نباید، همه اینا رو ورداری، بعد داستانشو بعد چیز کنی، بعد خانومه بعد با چادر بیاد، بعد مثلا بعد نگاه میکنم میگم خب مگه من روانی هم بشینم شب‌های زیبای 57 رو نگاه کنم وقتی میتونم بریکینگ بد رو نگاه کنم با مثلا 10 برابر پروداکشن، 100 برابر پول، بدون سانسور، با بازیگرای خیلی بهتر قدرتمندتر که بازی کنن حتی. خب من واسه چی میشم ایرانی نگاه کنم؟ اگه دیوانم پس من یا نگاه نمی‌کنم یا اگه میخوام بشم پشت تلویزیون حتما خارجی نگاه کنم کرد، چون نویسندش بهتر از نویسنده ایرانیه، بازیگرش بهتر از بازیکن ایرانیه، بودجهش بیشتر از بودجه ایرانیه، رفاهش بیشتره، آزادیش بیشتره، سانسور نداره، همه چیز رو هر لولی هر جوری مقیاس تو باشه خارجی ایرانی میزنه میبره. به خاطر همین من هیچ نگاه نکردم. خب این یه داستان داشته باش. حالا وقتی که میام باعث میشم میخوره نگاه کنم و وقتی نگاه کردم همیشه هیچ وقت نشد یه فیلم نگاه کنم بگم که واو، همیشه فقط این بود که خواهر تو سرویس تموم شه. تا یه بار مامانم از ایران اومده بود، بعد خیلی مامانم فیلم دوست داره ولی خب ایرانی دوست داره و دوست داره با من نگاه کنه، ولی خب من چون از فیلم ایرانی متنفرم بدم میاد. بعد همیشه وقتی میومد هی کلید میکرد سوال میدونم دوست داری، ولی یه فیلم آوردم موقعی هم بود که 2 تا CD بعد میگرفتی بیاری، یه فیلم آوردم اینو باید ببینی.
بعد یه بار بهم گفت 1 ماه شد 2 ماه شد. بعد یه روز رفتم خونه‌اش حواسش نبود، رفتم تو اتاق سی دومشو درآوردم شیکوندم انداختم صد آشغال. بعد مامانم گفتش که یه روز من گفتش ببین فیلم رو با هم نگاه کنیم دیگه. گفتم اوکی بیا بریم. بعد باز فکر CD 2ش نیست پس نمیشه نگاه کرد. گفتم خب یعنی تو این لول رفتم CD مامانمو شیکوندم که نگاه نکنم. واسه همین من شخصا واقعا تنفر دارم. بازیگرا بد، صدا بد، یارو داد میزنه صدای زنگش میاد، میگم بابا دیگه یعنی اینو شما هنوز از 30 سال یاد نگرفتین آخه سگ زنتونو. بعد نمیدونم مفهوم بد، بابا همیشه بی تربیت و بد اخلاق و عصبانی، زن همیشه تو سری خور و به ضعیفم و گریه داره و ناراحتی، پسر همیشه گم و بله قربان چش آقا محمود اومد با باشه وایسیم، این سرباز کتک خورده. بعد رابطه ها تخمی، مامان به بچهش دروغ میگه، بچه به بابای دروغ میگه. بعد تو فیلم طبیعی همه اینا، همیشه صحنه دعوا و داد زدن داری، بابا چیز میز میشکنه. یعنی هیچ جوری نمیتونم بفهمم که این لامصب چرا انقدر لولش پایینه. نه چیزی ازش یاد میگیری نه قشنگه، تهش به قول تو یه جوک تخمی اینستاگرامو داره. جوک باحالش هم چون سانسوره. این نظر بنده است. خب ببین مثلا همین من خیلی جالب بود برام، یه ایرانی که خارج از ایران زندگی میکنه 30 سال نیست، مثلا نگاهش چیه به این داستان. خیلی جالبه. یعنی تو به یه حدی رسیدی که آقا مثلا نه رشته‌ت سینما که نبوده و تخصصی هم تو این کار نداشتی، به عنوان یه بیننده‌ای که از دور داشتی نگاه می‌کردی به یه حالت تهوعی تو رو رسونده. حالا مشکل ما اینجا چیه سهیل؟ اینه که ما متاسفانه، یعنی حالا ما سانسور رو میگیم ولی سانسور 30% داستانه، 40% داستان، 50% داستانه. من کاری که مثلا تو چنلم دارم میکنم اینه که آقا مثلا مثال میبینی تو مثلا صدا برداری مشکل داره سهیل، نورپردازی مشکل داره، یعنی چیزای بیسیک. بعد اینا مثلا تو بری با آرتیستاشون صحبت بکنی میگن آقا مثلا اول آخر میگن سانسور. نه داداش شما خودت هم تنبلی. ما حالا این اسمای گندرم که نگاه میکنی، مثلا بازیگرا میبینی بازیگرا هم اشتباه دارن میزنن. ببین من مثلا کسی بودم که خودم آقا بازیگری خوندم، جدا دوره دیدم، کار کردم، کستینگ کردم، بازیگرای مختلفو دیدم. بعد مثلا تو میای با این نگاهت، بعد میای اینا رو نگاه میکنی، مقایسهشون میکنی با 5 تا آرتیست خارجی که تو شرایط بدتر از اینا یه سریاشون اومدن بالا، میبینی که اصلا زمین تا آسمون اشتباه میزنن. و این یه طرف تنبلی اینا، کار بلد نبودن اینا، تکنیک بلد نبودنشون یه طرف دیگه ما یه قشری داریم که اینا رو میپرستن متاسفانه. یعنی مثلا طرف میاد برای من فوش مینویسه 40 خط، آقا تو مثلا تو چی کاره ای که مثلا به پژمان جمشیدی فلان بدی حرف بزنی، تو چی کاره ای به مهران مدیری ایراد بگیری. یعنی ما اینجا سهیل میفهمی که داداش اصلا نقد جا نیفتاده. یعنی طرف تو داری نقد میکنی جدا از این که اصلا حرف تو بشنوه، اصلا کار آرتیست رو ببینه، اصلا بپذیره این که کار منتقد انتقاد کردنه، بیاد اینو بالا پایین بکنه، ارزیابی بکنه، ایراداشو بگه دیگه. غیر از این نیستش که همه جای دنیا همین. این در مرحله اول میاد به تو فوش میده. چرا؟ به خاطر اینکه یه سری آرتیستی که به قول تو یه سری کارهای بسیار بد به ادبیات خودتو انداخته به مخاطب، این پذیرفته. ما یه قشر اینجوری داریم متاسفانه. من خیلی واقعا یعنی میفهمم حرفتو و متاسفم که اینجوریه. و اون صحنه‌ای که میگی آدما میان فوش میدن، شاید یکی از بدترین، ما خیلی چیزای بد داریم توی فرهنگمون متاسفانه، چون که به قول معروف اون 2500 سالی که داشتیم و از اون خواستن بگیرن و خیلی خوب تونستن از اون بگیرن. و میگم ایراد زیاد داریم، ولی یکی از بزرگترین ایرادمون اینی که همه دیکتاتور اینساید دارن و همه از دیکتاتور برنده بدشون میاد. یعنی من نشده توی ایران یه بار بیام بشینم راجع به دولت، حالا سرشو کار ندارم هر جاش، حتی اون که مثلا مسئول تو هم اونم دیکتاتور اون منطقه است دیگه، یک بار نشده بشینم مثلا با یه نفر که فیلم میسازه بگم آقا تو که کارت گیره مثلا سانسور و اجازه و ایناست، با اونو خوشحالی یا ناراحت؟ تا حالا نشده با یه ایرانی حرف بزنم و بگه خوشحالم. حالا میخواد تو وارد کردن باشه، میخواد تو ساختن ساختمون باشه، میخواد تو فیلم باشه، هر بخشی که تو با دولت دیل میکنی، تا اون سرش که میشه خامنه ای
همه دیکتاتورن. خب بعد همه به پایینیه میگه کجا دیکتاتوره، این نرماله، به بالاییه میگه عجب دیکتاتوریه. اینش واسه من خیلی جالبه. یعنی از اون چاغال ترین کسی که میاد توی برنامه جناب عالی فوش مینویسه که دیگه پایین ترین، یعنی اگه خامنه ای اینجا باشه، یعنی تو مثلث رو هی باز کنی، اینی که دیگه تز زمین نشسته اینجا، اون یکی که واسه تو داره کامنت میذاره. یعنی اون دیگه. حالا من این مثال خدمت بگم سوال بین صحبتت، مثلا آرتیست ایرانی ما که توی این شرایط قبیله گرایانه اومده بالا دیگه، یعنی با پارتی و داستان و باج دادن مشخصه دیگه چه جوری اومده بالا. این آرتیسته مثلا میاد به سیاستمداری انتقاد میکنه، بالا پایین سیاستمدار یکی، بعد میری تو پستش کامنتو بسته. بابا تو مگه آرتیست نیستی؟ تو خودت همین الان ابتدای امر داری راه گفتگو رو میبندی دیگه. یعنی من میگم که آقا مثلا نمیخوایم حرف بزنیم با هم دیگه، هر کی میخواد حرف خودش اجرا بشه، اون رئیس باشه، نگاه اون بیاد پیاده بشه. این بهش تو انگلیسی بهش میگیم دبل استندارد، من نمیدونم فارسی چی میشه. یعنی یه استاندارد واسه خودش داره، یه استاندارد واسه بقیه داره، استاندارد دوگانه. در که من میام کفشمو در نمیام ولی تو میای کفشو در بیار. خب یا بذار منم بپوشم یا با هم در بیاریم دیگه. منطقه چیه که تو در نمیاری من در بیارم؟ اگه پای تو کثیف باشه دیگه چه فرقی داره؟ ولی نه، کفش منه، من با خودم اوکی ترم. مثال چیزو دیدی؟ اسکوید گیم آخره دومشو دیدی؟ 100%. یه هفته اومده. خب ببین این اصلا یعنی اصلا اون کانسپت و اون هسته مرکزیش چیه؟ نقد کپیتالیسم دیگه. یعنی داره اصلا ساختاری که آمریکا داشته و حالا به قولی اون نفر اول دنیاست و به لحاظ اقتصادی و سیاسی داره نقد میکنه. خب حالا نتفلیکس از کجا اومده بیرون؟ از تو دل کپیتالیسم. خب بعد نتفلیکس خودش سازنده این اثره که داره کپیتالیسم رو نقد میکنه. و این تفاوت نگاه رو بخوام بهت بگم. یعنی مثلا حالا ما بهمونی خیلی جاها برمیخوره. من مثلا نقد داشتم گفتم ما ایرانیان فلان، حالا مخاطبینی که دارن معمولا قشر آکادمیک و دانشگاهی و اینا اومدن نوشتن که آقا چرا توهین میکنی به ما؟ ولی واقعا تو تفاوت نگاه رو ببین دیگه. یعنی تو که میگی من اومدم ایران مثلا 10 کی 20 کی خرج میکردم، تو هر کشوری بری تو رو میذارن رو سرشون. چرا؟ نگاه بیزینسی داره. خب ولی ما اینجا نگاهمون بیزینسی نیست دیگه. متاسفانه مسئله اینه، به عدده کار نداریم، به سوده کار نداریم، به نتیجه کار نداریم. نتفلیکس میاد اسکوید گیم رو میسازه، خب در حالی که داره کل ساختار امریکا و داستان و اینا رو نقد میکنه، زیر و رو میکنه، ولی میاد میسازه. چرا؟ چون پول توشه، چون سود داره براش. اصلا مهم نیستش که آقا منی که تو خاورمیانه نشستم حالا راجع به آمریکا چه فکری بکنم. میدونی بحث اینه. یا مثلا اصغر فرهادی سهیل، یه سرمایه ملی داداش، یه فیلمساز بسیار برجسته است. این الان مثلا پارسال بود فکر میکنم اومد گفتش که آقا من دیگه تو ایران فیلم نمیسازم تا وقتی که مشکل حجاب هست، مشکل سانسور هست، من دیگه تو ایران فیلم نمیخوام بسازم. خب این الان کی از دست داده؟ یعنی اصغر فرهادی که ضرر نمیکنه، اون میره با کمپانی آمریکایی کار میکنه. کی از دست داده؟ ما از دست دادیم. یعنی تو فرهنگ فارسی خودت یه فیلمساز بسیار برجسته و خلاق از دست دادی. یا مثلا بهرام بیضایی یه فیلمساز دیگه که بسیار فیلمساز خوبیه. آقا این مثلا ترجیح داده که بره تو آمریکا یه گوشه‌ای بشینه برای خودش، حالا هر از گاهی یه کلاسی هم برگزار بکنه، ولی نمیاد اینجا فیلم بسازه. کی از دست داده؟ دوباره ما از دست دادیم. آقا دمت گرم. من فقط آخرین سوال بپرسم، گفتی که یکی از فیلمات تو جشنواره جایزه گرفتی. جشنواره گنده یا جشنواره کوچیک بودش؟ رد بی. ببین مثلا ما 4 تا جشنواره داریم، A B. A که مثلا میشه در حد اسکار و جشنواره اونجوری کن و این داستانا، این B بوده برای ما. یعنی جشنواره‌ای که نسبتا حالا با سابقه، مثلا این سابقه 16 سال بود جایزه گرفت. یعنی چند تا فیلم؟ این ببین معمولا جشنواره‌ای 1000 تا 2000 تا فیلمی هست دیگه. این بهترین فیلم خارجی زبان شد. جشنواره آمریکایی هم بود. اسم فیلم چی بود؟ زبان فیلم فارسی بود. این دنیای یک مرد است. This is a man's world. آقا دمت گرم. این چون حرف قشنگی زدی میخوام با همین نوت تمومش کنم. برعکس دمتون گرم. من خیلی دلم خواستم تو ایران چه وقتی فیلم کار میکنه، چه جوری باید فیلم درست بکنید، چرا انقدر همه شاکیان. تقریبا تمام حرفامو گرفتم.
مرسی از وقت. شب و روز همتون بخیر. جاکس.